الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیزم، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 21 ما از آموزش کلمه توحید لا اله الا الله می باشد و در این حلقه ان شاء الله باز در مسئله علم که شرط اول لا اله الا الله است و دوام مسئله علم صحبت خواهیم کرد. ما در مسئله شرط اول لا اله الا الله که علم است به شما در حلقه گذشته بیان کردیم که علم چی معنی دارد و علم این شرط لا اله الا الله علم به قرآن و سنت ثابت شده است. و اما در این حلقه سخنهای علما را نسبت این شرط لا اله الا الله علم به شما بیان خواهیم کرد. البته اهل علم در اشتراط علم، یعنی در مسئله این که علم شرط لا اله الا الله هست، سخنهای زیاد دارند. هر یک علمای اهل سنت و جماعت سخن کردند. اولا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه در این مسئله سخنی بهترین را کرده اند که علما نقل می کنند که عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین رضی الله عنه می گویند انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلیه. هر آینه ریسمان اسلام ریسمان بر ریسمان نابود می گردد نسبت هر یک کسی که در اسلام نشأت یافته است و از جاهلیت بیخبر است. معنای این سخن عمر ابن الخطاب این است که هر کسی که در جمعیت اسلامی نشأت یافته است و هر کسی که مسلمان تولد شده است و در بین مسلمان ها به وایه رسیده است اما جاهلیت را نمیداند، از جاهلیت بیخبر است، از شرک، جاهلیت در اینجا معنای از شرک و از شکننده های لا اله الا الله بیخبر است. البته اسلامش از سبب ندانستن جاهلیت، از سبب بیعلمیش، اسلامش ریسمان به ریسمان، آهسته به آهسته چی می شود؟ ضعیف می شود و نابود می گردد. سخن عمر ابن الخطاب در اینجاست که یعنی انسان باید داند که جاهلیت چیست، انسان باید داند که بدبختی چیست، انسان باید داند که اسلام چیست. وقتی که انسان جاهلیت را میداند، شرک را میداند، بدبختی را میداند، یعنی آموخته است و فهمیده است، ان شاء الله به این بدبختی و به این جاهلیت قدم نمیگذارد. پس انسان وقتی که به این سخن بزرگ عمر ابن الخطاب نظر می کند و تأمل می نماید و این سخن عمر ابن الخطاب را مقارنه به حال، یعنی می سنجد به حال امروزه مرجئه های که در بین امت هستند، می بیند که این مرجئه ها در حقیقت از اصل بزرگ جاهل مانده اند. مرجئه های این عصر، مرجئه های این زمان از اصل بزرگ دین جاهل مانده اند و حقیقت چیزهای مکفرات، یعنی حقیقت اون چیزهایی که انسان را به کفر می اندازد و سببهای ردت و دیگر از مشکلات را نفهمیده اند. وقتی که
مرجعه ها از جاهلیت بیخبر ماندند، سبب چیزهای انسان را کافر کننده را نفهمیدند، اسباب ردت را نفهمیدند، سببهای انسان را مرتد میکردگی چیزها را نفهمیدند، به همین خاطر مرجعه ها شرک را جایز دانستند و شرک را صاحبش را یعنی مشرک را کافر نشماریدند، بلکه شرک را یک چیزی مباح و یک چیزی جایز شماریدند و صاحب شرک را کافر و تکفیر نکردند. بارک الله فیکم. و امام شافعی رحمه الله در کتاب رساله صفحه 48 آمده است که میگویند فعلى كل مسلم ان يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، یعنی به هر یک مسلمان ضرور است که از زبان عربی، از لغت عربی تا آنجایی که جهد و قدرت و توانایی دارد کوشش بکند و بیاموزد، حتی یشهد به او حتی یشهد به ان لا اله الا الله، تا این که لا اله الا الله، این شهادتی که میدهد معناش را فهمد و معنای محمد عبده و رسوله را فهمد و یتلو به کتاب الله، و کتاب الله را تلاوت بکند. یعنی به هر یک مسلمان ضرور است که یعنی علم آموزد تا که معنای لا اله الا الله را فهمد، معنای محمد رسول الله را فهمد. برای آنکه کسی که لا اله الا الله میگوید معناش را نمیفهمد، محمد رسول الله میگوید معناش را نمیفهمد، این مسلمان نشده است، حالا مسلمان نیست. و تا اینکه میگد کتاب الله را تلاوت کرده تواند. پس این یک ضرور است که بنده مسلمان اینچنین بعد از فهمیدن توحید، بعد از فهمیدن لا اله الا الله، باید کتاب قرآن کلام الله را تلاوت کرده تواند. سبحان الله، امروز در بین من شما کتاب الله، سخن الله وجود دارد، لیکن اکثر برادران و خواهران از تلاوت این کتاب محروم هستند از سبب جهل و از سبب بی‌علمی و از سبب جهالت، و بعضی اونها اهمیت هم نمیدهند و حتی پروا هم نمی کنند که این کتاب را باید تلاوت بکنند. پس برادرم و خواهر موحدم، وقتی که قدری کتاب الله را ندانستی، تو چقدر قدر داری؟ تو قدر نداری. کسی که قدری کتاب الله را ندانست، این انسان قدر ندارد. کلام الله در بین من و شما وجود دارد، سخن الله وجود دارد. چگونه می شود که یک انسان خود را مسلمان گوید اما در عمر خود یک مراتب اقلا کتاب الله را تلاوت کرده نتواند؟ پس باید کوشش بکنیم، باید حرکت بکنیم. ابن عیینه رحمه الله میگویند که ما انعم الله علی عباده نعمه اعظم من ان عرفهم لا اله الا الله. الله رب العزة والجلال به بندگانش از نعمت لا اله الا الله دیده دیگر نعمت بزرگ عطا نکرده است. از نعمت لا اله الا الله یعنی از فهم لا اله الا الله، از شناخت لا اله الا الله، دیگر نعمت بزرگ بر انسان وجود ندارد. بزرگترین نعمت برای هر یک انسان موحد این، یا که برای هر یک مسلمان و برای هر یک انسان بزرگترین نعمت این فهم لا اله الا الله است. و این سخن ابن عیینه را ابن رجب حنبلی در کتاب توحیدشان ذکر کردند. و این چنین امام بخاری در کتاب صحیحشان، در کتاب صحیح بخاری مسند، جامع المسند حدیث النبی صلی الله علیه و سلم میگویند که باب العلم قبل القول والعمل، باب این که علم پیش از سخن و پیش از عمل است. یعنی امام بخاری در اینجا ذکر میکنند که علم آموختن پیش از گفتن و عمل کردن است. باید انسان علم بیاموزد. دلیلش را میگویند که سوره محمد آیت 19 را ذکر میکنند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاعلم انه لا اله الا الله، بدان که نیست معبود بر حق بجز الله. فعلم علم، یعنی عینی در کتاب عمدة القاری، البته عینی یکی از علمای بزرگی حنفی، در شرح صحیح بخاری که نامش عمدة القاری هست، از ابن منیر روایت میکنند و میگویند که
أراد أن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به. یعنی ابن منیر میگند گفتند که علم این شرط صحت قول است و عمل است و قول و عمل انسان یعنی سخن و عمل انسان به اعتبار گرفته نمی شود مگرم با علم. کسی که نمی داند معنای لا اله الا الله را نمی داند و نمی فهمد، این نطق لا اله الا الله که کرده است هیچ اعتبار ندارد. هر کسی که لا اله الا الله بگد نطق بکند معنیش را نفهمیده است، علم ندارد، اعتبار ندارد. هر کسی که عمل میکند اما از عملش بیخبر است که برای چی میکند و از عملی خود علمی ندارد، عملش هیچ اعتبار ندارد. و وزیر ابوالمظفر در کتاب افصاح خود میگویند، البته یک از علمای اهل سنت، که شهادت لا اله الا الله طلب می نماید که شاهد یعنی گوینده لا اله الا الله عالم به معنای لا اله الا الله باشد، داننده معنای لا اله الا الله باشد. یعنی کسی که شهادت لا اله الا الله می دهد معناش این نیست که به همون نطق بس است، بلکه لا اله الا الله می طلبد، تقاضا می نماید که معنی من را بفهم. فهم لا اله الا الله این علم است و شرط صحت لا اله الا الله است. و یک از علمای فارس در کتاب معیار المعرب که نامشان ونشریسی است میگویند هر کسی که در بین مسلمان ها نشأت یافته است، به وایه رسیده است و کلمه توحید لا اله الا الله را نطق کرده است و نطق می کند اما معنای لا اله الا الله را نمی داند، اون معنایی که این کلمه کریمه کلمه توحید در بر گرفته است این معنا را نمی داند، اما این کلمه را لا اله الا الله را نطق کرده است، پس این انسان را میگند به ایمان و به اسلام و به توحید نسبت داده نمی شود، بل هو من جملة الهالكين و زمرة الكافرين و حکمه حکم المجوس فی جمیع الاحکام الا فی القتل. بلکه میگند این انسان گرچنده که در بین مسلمان ها زندگی کرده باشد، گرچنده که نطق لا اله الا الله را به زبان گفته باشد، اما به سبب اینکه معنیش را نمیداند پس این از جمله هالکین است و از زمره کافرین است و حکمش حکم مجوس است. در جمیع احکام، در تمام احکام حکمش حکم مجوس است، میگن مگرم در قتل. البته ما در مسئله عذر بر جهل گفتیم که عذر بر جهل در مسئله شرک هیچ وقت عذر بر جهل وجود ندارد و در مسئله فهم لا اله الا الله کسی که نفهمیده است عذر بر جهل وجود ندارد، اما معنیش این نیست که این انسان را به قتل رسانده می شود، بلکه وقتی که لا اله الا الله را کسی که نطق کرده است این انسان را به قتل رسانده ممکن نیست، گرچنده که کافر گوییم هم به قتل رسانده ممکن نیست، برای که عذر بر جهل در مسئله قتل و در مسئله خلد مخلد فی النار عذر می شود. بارک الله فیکم. و البته این مسائل در حلقه گذشته در مسئله تکفیر به شما بیان شد یا در مسئله العذر بالجهل در حلقه گذشته، و این چنین در مسئله بیان و در مسئله تحصیل علم یا که در مسئله فهم لا اله الا الله امام مالک میگویند، البته سخن امام مالک نسبت اون کسانی که بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مرتد شده بودند نسبت اونها است که میگن و تشهد به بعد العلم به و هو ممن لا يعذر بالجهل فلم يجب بشيء. یعنی هر کسی که بعد از علم یعنی بعد از فهم لا اله الا الله شهادت بدهد و بعد از این شهادتش بازگردد خود را به جهالت زند و بعضی از احکام الهی را رد بکند، پس به این انسان هیچ عذری وجود ندارد، جهل عذر شده نمیتواند. و امام قرطبی در تفسیر قول الله سبحانه و تعالی که الا من شهد بالحق و هم یعلمون، مگر اون کسانی که به حق شهادت دادن یعنی به یکتا بودن الله سبحانه و تعالی، به کلمه توحید، حق در اینجا کلمه توحید لا اله الا الله است، مگرم اون کسانی که شهادت به کلمه لا اله الا الله دادند و در حالتی که اونها میدانند
میگویند که بعد بیانه ان الشهادة بالحق لا تنفع الا مع العلم، شهادت به حق به انسان هیچ منفعت نمی بخشد مگرم با علم. یعنی شهادت لا اله الا الله به هیچ کسی فایده نمی دهد مگرم بعد از علم، یعنی مگرم بعد از فهمیدن معنای لا اله الا الله. چرا که الله گفت الا من شهد بالحق و هم یعلمون، مگرم اون کسانی که به لا اله الا الله شهادت دادند شرط وجود داره. شرطش این است که اونها میدانند و میفهمند و فهمیدند که معنای شهادت چیست. اما کسی که لا اله الا الله گوید، منم مسلمان گوید، اما معنای لا اله الا الله را نفهمد، معنای محمد رسول الله را نفهمد، همچین یک کلمه گفته است، داند که هیچ فایده به وی از این کلمه وجود ندارد. و ملا علی قاری در کتاب التجرید خود ذکر میکند. البته ملا علی قاری یکی از علمای معروف حنفی، مذهب حنفی، ذکر میکنند که ينبغي لكل موقن أن يعتني بشأنها، يعني كلمة التوحيد، وقد نص الأئمة أنه لا بد من فهم معناها المترتب على علم مبناها، وقد قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني در اینجا ذکر میکنند و میگویند که به هر یک کسی که موقن است ضرور است که به شأن لا اله الا الله، یعنی به شأن کلمه توحید، به این چی اهمیت بدهد، برای آن که تمام امام ها نص را ذکر کرده اند، یعنی دلیل آشکار و روشن را از قرآن ذکر کرده اند که معنای لا اله الا الله را فهمیدن و دانستن این ضرور است و لازم است. پس الله میگوید که بدان که نیست معبودی بر حق بجز الله، یعنی فهمیدن و دانستن معنای لا اله الا الله، علم داشتن در حق لا اله الا الله، این واجب است و شرط لا اله الا الله است. و این چنین علمای دیگر که خوجندی هستند، ابو مسلم خوجندی در کتاب مفتاح الجنه، البته برادران و خواهران موحدم بارک الله فیکم، ابو مسلم خوجندی این یکی از علمای خوجند است، علمای ولایت سوغد از شهر خوجند باستانی که امروز وجود دارد، از همین جا. البته این عالم بزرگ خوجند در مصر تعلیم گرفتند و از مصر تقریبا هزارها کتاب ابن تیمیه رحمه الله و ابن القیم جوزی را با خود به خوجند میبرند و در خوجند یکی از مفتی، یکی از علمای بزرگ اسلام بودند. و البته این همه پیش از مستملکه شدن این منطقه بخارا و تاجیکستان به دست روس بود، پیش از گرفتن این کمونیست ها و لشکران سرخ بود. و بعد از این که لشکر سرخ، این کمونیست های لعین، وقتی که این منطقه را به زیر تصرف خود می درارند، از خوجند به مرغیلان هجرت می کنند و در مرغیلان و نمنگان ازبکستان تقریبا 1 سال زندگی می کنند و در اونجا قاضی، یعنی همچون یک سود اسلامی، حاکم اسلامی، قاضی چی می کردند؟ وظیفه داشتند. و بعد از اینکه لشکر سرخ اونجا هم به زیر تصرف خود می درارد، از اونجا این عالم بزرگ ابو مسلم خوجندی را میخوان که به قتل رسانند، هجرت میکنند به افغانستان و از افغانستان آهسته به پاکستان و از پاکستان به جزیره عرب حاضره دولت یا که مملکت عربستان سعودی هجرت میکنند و در مکه زندگی میکنند و چندین کتاب ها نوشته اند و در مکه وفات میکنند. و البته خودی بنده من با چندین نبیره های ابو مسلم خوجندی هم نشست بودم، صحبت کردم. حالا این انسان ابو مسلم خوجندی نبیره دارند، نبیره هاشون در خوجند وجود دارد، چندشون برای زیارت ابو مسلم خوجندی که قبرشون در مکه است رفته بود. عموما از خوجند هم علمای زیاده به مانند ابو مسلم خوجندی وجود دارد و این بنده الله رحمتشان کند کتاب های به نهایت مفید نوشته اند. یکی از کتاب هایشان را خودی من قرائت کردم، خواندم، الى مسلم الیابان، هدیه الى مسلم الیابان، یعنی هدیه به سوی مسلم یابان که آیا در اسلام مذهب است یا نیست، در همین مسئله هم کتاب نوشتند. عموما همین
ابو مسلم خوجندی هم در کتاب خودشان مفتاح الجنه میگویند که واعلم ان لا اله الا الله هي كلمة الفارقة بين الكفر والإسلام وليس المراد قولها باللسان أو قولها وليس المراد قولها باللسان فقط مع الجهل بمعناها ولكن المراد قولها أو قولها مع معرفتها أو مع معرفتها بالقلب والإذعان لها. يعني بدون كميغان حرينا لا إله إلا الله این کلمه است جدا کننده و فرق گذارنده بین کفر و اسلام و مراد این کلمه لا اله الا الله فقط به زبان گفتن نیست و مراد از کلمه لا اله الا الله فقط به زبان گفتن نیست. یعنی کسی به زبان بگوید و معنیش را نفهمد و جاهل ماند، بلکه میگن مراد از کلمه لا اله الا الله گفتنش با زبان و فهمیدن معنایش هست. میگن ولكن المراد قولها با هم، بلکه مراد از این لا اله الا الله گفتنش با زبان با همراهی فهمیدنش با قلب و دانستن معنایش می باشد. بارک الله فیکم. و البته این سخن ابو مسلم خوجندی رحمه الله بود. امام ذهبی رحمه الله در کتاب سیر مجله 14 صفحه 306 میگویند البته امام ذهبی یکی از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت، محدث، مفسر، علامه، شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، میگویند که ولا يعلم العبد انه لا اله الا الله حتى يتبرأ من كل دين غير الاسلام. یعنی بنده معنای لا اله الا الله را نمیداند تا زمانی که از تمام دین هایی که غیر دین اسلام است از اونها بیزاری جوید و حتی یتلفظ بلا اله الا الله موقنا بها، و تا زمانی که لا اله الا الله را تلفظ بکند موقن در حالت باشد که یقین به قلبش داشته باشد. پس میگند هر کسی که فلو علم و ابى ان يتلفظ مع القدرة يعد كافرا، هر کسی که معنای لا اله الا الله را داند اما از تلفظ لا اله الا الله سرکشی کند، در حالتی که به تلفظ کردن قدرت دارد، توانایی دارد، سرکشی بکند، از جمله کافران حساب کرده و شماریده می شود. یعنی معنای سخن امام ذهبی این است که لا اله الا الله یک بنده همان وقت قبول می شود که از تمام دینهای باطل و مانند یهود و نصارا و مجوس و بودیستی و دیگر باطل و طاغوت ها انسان چه کند؟ بیزاری جوید، اونها را ترک بکند و لا اله الا الله را یقینا صادقانه با فهم معنایش تلفظ بکند. و بعد از این میگویند که هر کسی که معنای لا اله الا الله را داند، فهمد، اما لا اله الا الله را تلفظ نکند، به زبانش نگوید، این هم کافر است. در حالتی که قدرت دارد، یعنی گنگ نیست، اما در حالت قادر بودنش نمیگوید، این کافر است. ما البته اجماع اهل سنت و الجماعت را به شما ذکر کردیم در حلقه های گذشته که شرط قبول لا اله الا الله این است که به زبان انسان گوید و بعد از این به دل تصدیق کند و عمل به مقتضای لا اله الا الله داشته باشد. و این چونین یکی از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت عبدالحلیم ابو العباس ابن تیمیه رحمه الله تعالی میگویند و تحقیق شهاده ان لا اله الا الله بالنفي مع الاثبات نفي الهیه نفي الهیه غیره مع اثبات الالهیه. یعنی تحقیق شهادت لا اله الا الله این است که میگویند با نفی و با اثبات باشد. یعنی همان زمان انسان لا اله الا الله را تحقیق میکند، شهادت را تحقیق میکند، بجا آورده است که نفی و این چنین با همراهی نفی اثبات را بجا آورده باشد. دو رکن لا اله الا الله که ما به شما ذکریم، نفی و اثبات. نفی الهیه غیر الله، یعنی نفی معبودان و رد معبودان و کفر ورزیدن به معبودانی که غیر الله سبحانه و تعالی از باطل الهانه هست. و با همراهی این بعد از این
اثبات کردن الهیه، یعنی معبودی یگانه برحق که الله سبحانه و تعالی است. یعنی این تحقیق به علم به وجود نمیاد و این سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه هم دلالت به علم میکند. و این چنین باز ابن تیمیه در مجموعه الفتاوا مجله هفتم می آید که گفتند فمن شرط الایمان وجود العلم التام، و از شرط ایمان این است که وجود علم تام، یعنی علم کامل داشتن به لا اله الا الله است. این از شرط ایمان است و از شرط لا اله الا الله است. و این سخن در مجله هفتم و 538 صفحه مجموعه الفتاوا ذکر شده است. و امام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگویند والكفار الجهال كانوا يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وتبرؤوا مما يعبد من دون الله والكفر به. یعنی کفار و جاهلان که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه زندگی میکردند، اونها فهمیدند و دانستند که مراد پیامبر صلی الله علیه و سلم، مقصد پیامبر صلی الله علیه و سلم از دعوت کردن به سوی این کلمه و از بیان این کلمه این بود که این افراد الله، یگانگی الله سبحانه و تعالی در عبادت. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم زمانی که مشرکان قریش را، مشرکان مکه را به سوی لا اله الا الله دعوت میکردند، مقصد پیامبر این بود که یگانه الله را عبادت بکنید و از تمام معبودانی که غیر از الله پرستیده می شود، معبودان باطل، بیزاری جوید و کفر به اونها ورزید. و انمین معنای لا اله الا الله است، یگانه پرستیدن الله، یگانه عبادت کردن الله و دست کشیدن و ترک کردن و کفر ورزیدن و بیزاری جستن از غیر الله سبحانه و تعالی، از معبودان باطل. و همین مقصدی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود و همین مقصدی رسول الله صلی الله علیه و سلم و مراد رسول الله صلی الله علیه و سلم را مشرکان خوب فهمیدند که مراد پیامبر همین است. اما شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب میگویند که فالعجب ممن يدعي الاسلام و هو لا يعرف من تفسیر هذه الكلمه. یعنی عجب میکنم نسبت کسانی که ادعای اسلام را دارند، خود را مسلمان میشمارند، در حالتی که معنای کلمه لا اله الا الله را، تفسیر این کلمه را نشناختند، چگونه که جهال و کافران شناختند. یعنی میگن من عجب میکنم در حق کسان، یعنی مسلمانانی که خود را مسلمان میشمارند، اما همین کلمه لا اله الا الله را چگونه که این مشرکان زمان پیامبر فهمید، اینها حالا نفهمیدند. مشرکان زمان پیامبر مقصد لا اله الا الله را و مراد پیامبر و مقصد پیامبر را از این کلمه خوب فهمیدند و بعد از این قبول نکردند. اما میگویند امروز بعضی از مسلمان ها خود را مسلمان میگند و حالا مثل همون جاهل ها و همون مشرک ها هم نفهمیدند. بل یظن ان ذلك هو التلفظ بحروفها من غیر اعتقاد القلب. یعنی میگن بلکه امروزه مسلمان هایی که خود را بعضیشان ادعای مسلمان ها میکنند، ادعای مسلمانی میکنند، دعوای مسلمانی دارند، اینها گمان میکنند که میگند این لا اله الا الله فقط تلفظ کنید بس است، فقط با یک نطق کردن و تلفظ کردن کافی است. اعتقاد به قلب و فهمیدن معنایش میگن شرط نیست. و این چنین انسان ها با خود را مسلمان میگویند. والحاذق منهم، و بعضی از این بدترهایش هستند میگند. و بعد از این بعضی از انسان های باز سخترش که خود را مسلمان میگوید که یظن ان معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الا الله. یعنی بعضی دیگر از کسانی که خود را ادعای مسلمانی میکند گمان میکنند که معنای لا اله الا الله لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا مدبر الا الله است. یعنی البته این سخنی ماتریدی، اشعری و صوفی ها هست که معنای لا اله الا الله نیست معبودی برحق بجز الله هست، لیکن اینها میگن که نیست خالق بجز الله، نیست رازق بجز الله، نیست مدبر بجز الله. معنای لا اله الا الله نه به الوهیت بلکه به ربوبیت میگردانند. شیخ میگن که فلا خیر فی رجل جهال الكفار، يعني جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. يعني
از یک انسان جاهل کافره که هیچ خیر از وی دیده نمی شود، در حالتی که از همین مسلمان ها این جاهل کفار به معنای لا اله الا الله داناتر است. یعنی جاهلان و مشرکان که در زمان رسول الله زندگی میکردند، از این مسلمان هایی که ادعای مسلمانی دارند اما معنای لا اله الا الله را درست نمیفهمند، اونها این جاهلان و مشرکان خوبتر معنای لا اله الا الله را فهمیدند. وقد ذكر الله تعالی ان المشرکین كانوا مقرین بالربوبیه. شیخ میگن که الله در قرآن ذکر کرد که مشرکان توحید ربوبیت را اقرار میکردند. یعنی وقتی که ابو جهل را، ابو لهب را، ابو طالب را و دیگر مشرکان زمان رسول الله را سوال میکردی که میگفتی من خلقکم، یا که من یرزقکم، یا که میگفتید که من یدبر الامر، یا که میگفتید که کی زنده و مرده میکند، کی به شما باران میباراند، کی به شما رزق میتید، همه اش را جوابش را میگفتند که الله. فسیقولون الله. خیلی که در قرآن آمده است. الله میگه ای پیامبر مشرکان را بپرس، همون ابو جهل و دیگر مشرکان قریش را بپرس که کی اونها را زنده کرده است و کی میمیراند، کی به اونها رزق میتد، کی باران میباراند، کی این زمین و آسمان را نگه دارد. همه این مشرکان میگفتند که الله، برای اینکه اونها الله را ربوبیتش را اقرار کرده بودند، توحید ربوبیت را اقرار کرده بودند. یعنی در آفرینش یگانه بودن الله، در رزق دادن یگانه بودن الله را اقرار کرده بودند، اما میگفتند که به این الله ما واسطه میگیریم. توحید الوهیت، یکتا پرستی الله را رد کرده بودند. پس شیخ میگن که فمن قال لا اله الا الله ومع ذلك يفعل الشرك الأكبر كالدعاء الموتى والغائبين وسؤالهم قضاء الحاجات والتقرب إليهم بالنذر والذبائح فهو مشرك شاء أم أبى. یعنی هر کسی که لا اله الا الله را بگوید و بعد از این و با همراهی این شرک را انجام دهد، شرک اکبر را انجام دهد، به مانند دعا کردن از مرده ها و از غائبان، کسانی که در غیب هستند، به مانند اینکه شما در یک شهر دیگر میایستید، از یک انسان زنده که در شهر دیگر است از وی یک طلب چیزی دیگر میکنید، به مانند دعا میکنید، یا که قضای حاجت خود را، مشکلات خود را از قبر و از غایب ها طلب کردن و تقرب جستن به این مردگان و غایبان، به مانند نظر کردن و به این قبرها و مرده ها ذبح کردن. کسی که لا اله الا الله گوید و این چنین عملها را انجام دهد، میگن وی مشرک است، خواهد نخواهد، خواهد هم نخواهد مشرک است، یعنی کافر است. سبحان الله. پس این سخنهای علمای اهل سنت و الجماعت بود که دلالت میکند، همه این سخنها دلالت میکند که علم شرط صحت لا اله الا الله است. کسی که معنای لا اله الا الله را نمیداند، کسی که نفی رکن لا اله الا الله را که نفی است و اثبات است نمیداند، فقط همچو یک کلمه به معنا لا اله الا الله را گفته است، این لا اله الا الله به این انسان هیچ فایده نداده است و انسان کافر است. و اما خیلی که سخن امام شافعی و امام مالک و غیره از علما را به شما ذکر کردیم، کسی که لا اله الا الله را بگوید اما عمل نکند قبول نیست. و این چنین کسی که معنای لا اله الا الله را بداند، یعنی علم داشته باشد که لا اله الا الله این رکن است، یعنی نفی دارد، اثبات دارد، یگانگی الله را اثبات کردن است، دلالت به الوهیت میکند، معنا را داند، اما به زبانش با وجود قادر بودن نطق نکند. زبان دارد، صحبت کرده میتواند، اما لا اله الا الله را نگوید، معناش را داند و نگوید، این هم کافر است و مسلمان نشده است. شرط لا اله الا الله گفتنی لا اله الا الله با زبان در حالتی که قادر هست انسان میتواند گفتن، و بعد از این دانستن لا اله الا الله است. و البته با همین دومین قسم حلقه علم، شرط لا اله الا الله، شرط اول لا اله الا الله را به پایان میرسانیم و در حلقه آینده باز در مسئله علم به شما صحبت خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.